Bonjour à tous. سلام، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. تو این درس فرانسه میخوام بچه‌ها براتون یه سری علائمی رو بگم. خب نمیخوام زیاد بورینگش کنم ولی گفتم اینا رو باید گوش کنید، یاد بگیرید که دیدید بعدا نگرخید بابا اینا چیه اونا چیه. یه سری بچه‌ها اگه دیده باشید روی حروف فرانسه بعضی وقتا ا و او و اینا میذارن. ا و او که نه، مثلا این سری مثل کسره فتحه ما. خب به اونا میگن لسینیه دیاکریتیک. خب لسینیه دیاکریتیک یا لسینی دیاکریتیک. خب حالا من بعضی وقتا ت وسط د میگم ولی ت هست، دیاکریتیک. خب اینا برای چیه بچه‌ها؟ برای اینه که زبان فرانسه ریشه لاتین داره. خب خیلی هم راحته، 5 تا بیشتر نیست، بپریم بریم. خب کلیش اینه که بچه‌ها اون سینیه، اون علامته، به علاوه لتر یه حرفی، هر حرفی حالا که نمیتونه باشه، یه سری حرف بیشتر حرفای صدادار همون لویلا هستن، میشه اصلا une nouvelle lettre، یه دونه حرفی میشه صداش شاید تغییر کنه. 5 تا بچه‌ها. اولیش هست اکسان اگو که روی او میاد و به صورت پایین به بالا رونده است. خب فقط رو او میاد. خب و صدای او رو ا میکنه. مثل چی؟ مثل اندفینی. اگه یادتون باشه این صدا چی بود؟ او بود، یه چیز بین او و ا بود دیگه. خب ا صدا رو یادتونه این لویلا درس 1. اینجا پس اگر اینجا ببینیم اما اکسان اگو داریم میشه اندفینی. اگه این نبود میشد اندفینی، ولی چون این هست میشه اندفینی. بعدیش اکسان گراو، بالا رونده به پایین رونده است، از بالا میاد به پایین. میتونه رو حرفای آ او و او بیاد فقط و خیلی باز میکنی دهنتو، ولی ای صدای بزرگی میده، مثل تره یعنی خیلی زیاد، پر یعنی بابا، مر یعنی مامان. اکسان سیرکونفلکس بچه یه هشتیه، هشته که میاد روی او، روی آ. اینجا ببخشید اینجا من اشتباه، بعد یعنی تکرار شده، روی آ او ای او رو تمام لویلا میاد و اونم باز دهنتو باید باز کن. عین همین صدا داشته باشه. آژ، سن، فوقه، جنگل، اتر فعل بودن. بچه این خیلی فعل مهمی، حالا بهش میرسیم، خیلی کارا با این میکنم. بعدی ترما هستش. ترما خودش اکسان اگو داره اما علامت خودش دو نقطه هست. روی او، ای، او و آ میتونه بیاد، رو تمام لویلا میتونه بیاد، عین اکسان سیرکونفلکس. بچه بیشتر برای اینه که وقتی تو یه دونه کلمه، خب 2 تا حرف صدادار بیاد، این دوتا رو هم جدا کنه. خب مثل نوئل، بابا نوئل شنیدید؟ پاپا نوئل. مه یعنی اما، یعنی ذرت، اونا میگن بلال، همونه. آره ببین روی دومی حرف ویل دومی، روی حرف صدادار دومی همیشه یه دونه ترما میاد. پس ما هر جا تو زبان فرانسه دیدیم یک کلمه ای 2 تا حرف صدادار داره بغل هم توش، خب دومی حرف صدادار لویلش میاد یه ترما میاد، یه 2 نقطه. و آیتی کشور هایتی، اولی آ بوده دومی ای بوده، رو یه ترما آمده. یه چیز هم بچه‌ها، سدیل زیر سی میاد یا زیر سه. این برای اینه که بچه‌ها بعد از حرف سه اگه اینجا نوشتم آ او و او بیاد، این باید که مثل کت انگلیسی هست که خوندش. اما وقتی این سدی میاد زیر سه میگه همون سه بخونش، مثل گرسون. گارسون شنیدید تو رستوران ها؟ گارسون بیا اینجا. گرسون یعنی پسر. لوسون یعنی درس. فرانسه سا یعنی این آن. خب خیلی راحت، اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. فقط اگه اینا رو دیدید ببینید اسمشون میگن اکسان به سه تاشون: اکسانت اگو، اکسان گراو، اکسان سیرکونفلکس 8 و ترما 2 نقطه است و سدی زیر سی میاد. تموم شد. حالا بچه‌ها 2 تا چیز دیگه هم شاید ببینید، حروف پیوسته، للیگاتور یا حروف پیوسته، اینم باز از ریشه لاتین فرانسه میاد. ببین یه آ با ا چسبیده باشه، این بزرگ این کوچیکه. خب تو کلمه سو شنیدید دیگه، یا سی وی میگن رزومتو بفرست، سی وی تو بفرست، به فرانسوی سو میگن.
کوریکولوم ویته. کوریکولوم ویته. خب آخرش اومده. یا اتسترا یعنی و غیره و غیره. دیدید آخر جمله مثلا this that این و اون و اون و etc تو انگلیسی هم می‌نویسن، همین فرانسوی میاد اتسترا. خب یکیش اینه و دومیش هم او و او و او بزرگ کوچیکش مثل کر یعنی قلب، مونکر یعنی قلب من، سر یعنی خواهرم، اوی چشم مثل آی انگلیسی آیش کن میشه چشم به فرانسوی. و حالا اوف هم هست. اینو بیشتر اوف یعنی مثلا تخم مرغ. بچا اینو بیشتر میبینید او و او رو تا آ و او رو. خب حالا اگه دیدید اینم نگرخید، بدونید اینا حروف پیوسته‌ای هستش که از فرانسوی اومده، ببخشید از لاتین اومده تو فرانسوی و بهش میگن لیگاتور. بچا میریم درس جذاب لو سوژه. دیدیم یه طرفو سوژه کردن، سوژه به انگلیسی به فرانسوی ببخشید میشه فاعل. مثلا میگن سوژه مورد نظر، فاعل معمولا کننده کار تو جملات معلوم اول جمله میاد. اکثر زبون هم همینه، حالا شاید یه زبونی باشه که من ندونم و مثلا نیاد. جملاتی که کننده کار معلومه، مثلا میگم من این کارو کردم، علی این کارو کرد، حسن این کارو کرد، سوژه اول میاد. جملات مجهول حالا سوژه شاید بیاد شاید نیاد، چون عمله مهمه. جملات مجهول اکشن مهمه، اکسیون مهمه، لکسیون. خب بچه سوژه چیا میتونه باشه؟ سوژه تمام این چیزا که خونیم تا حالا میتونه باشه. میتونه اسم معمولی باشه مثل افرا، پروفسور، داگ، ببخشید سگ، لوشیان، افرا، لو پروفسور، علی، حسن، حسین، اسمای خودتون. میتونه بچه‌ها یه دونه پرونوم پرسونل باشه، ضمایر شخصی که خوندیم، مثل انگلیسی میشه آی یو هی، فارسی میشه من تو، فرانسوی میشه جو تو ایل ال اون نو و ایل و ال جمع. یا میتونه بچه‌ها یه پرونوم اندفینی باشه که چیا بودن تو درس 2 خوندیم. quelqu'un، personne، tout le monde، quelque chose. یا میتونه یه ضمیر انتروگاتیو باشه، پرسشی باشه، کی، quoi، combien، lequel، laquelle، lesquels، lesquels. اینجا بچه ها ما میتونیم از درس 1 تا 3 رو جمع‌بندی کنیم. پس سوژه توی فرانسوی میتونه یا اسم معمولی باشه یا یه دونه پرونوم پرسونل باشه، مثلا میگی جو و، علی وا. حالا بچه فعلا رو میگم براتون. یا میتونه دو تا از ضمایر، یکی از ضمایر اندفینی باشه نامشخص یا ضمیر پرسشی باشه، یه نفری، هیچ کسی، همه، یه چیزی، اندفینی دیگه مشخص نیست، یا پرسشی باشه کی این کارو کرد، چی کار کرد، کن. بچه این درس دیگه طولانی شد، نمیخوام بیشتر مصدح اوقاتتون بشم. تا درس بعدی که همو ببینیم، ابیانتو.